من یه چیز تو ذهنم آمد. این مراسم تجدید 20 سال دیر برگزار شد. من یادم سال 61 بود. آچه مقید بودن که مشهد خودشون رو حداقل 4 نفره ایشون بودن و من بودم، یکی از دوستان آقای عباس آقای موسوی. دنبال نفر 4 میگشتیم، پیدا نکرد. باید دل موسایی داشت تا حتی برای فرعونم پیام داشته باشه. نمیخوام گلایه داشته باشم، میخوام تشکر داشته باشم. اگر سازمان فرهنگی هنری همت کرد، نهاد رهبری عنایت کردن، باید تشکر کرد. دوستان قربت عجیبی کشیدن که اسمشون برده نشد. من شایسته نمیبینم اسم خود من برده بشه. عزیزانی که همه زیغ رو به منت کشیدن و همراهی با شیخ کردن، هیچی هم نخواستن، همه شلاخ‌های اتهام رو هم پذیرفتن. امیدواریم این تجلیل یک بدعت خوبی باشه که از موجودین هم تجلیل کنیم و با تعیین نظری و قضاوت‌های عجولانه جوری نباشه که فقط از یک نماهنگ 1 دقیقه بهره ببریم. ایشون چشمه واقعا جاری بود که هر لحظهش عنایات عجیبی داشت. من همیشه غبطه می‌خوردم که چرا کبیر معرفتی بعضی از افراد جامعه ما بهره‌مند از این چشمه جاری نیست. امیدوارم که انشاءالله این شروعی باشه برای انشاءالله مطرح کردن فکر. ایشون خیلی از این مسائل رو که حالا نمیخوام اخلاقیاتشون مطرح بشه، آخرین سفری که خدمت ایشون بودم این نکته رو گفتم به حضرت عزیزان میگم، اونایی که دردمندن، اونایی که موجودیشون قانعشون نمیکنه. خلاص حضرت رضا بودیم، صورت ایشون پر از اشک. اصلا بعضیا گول اشک ایشون رو میخوردن. بذارید من فارسی بگم، عاشق اشک ایشون بودن. این شعر رو نگاه میکردم، به ذریع حضرت میخوندم. لذت داغ غمت در دل ما باد حرام، اگر از جور غم عشق تو دادی طلبی. چون غمش را نتوان یافت مگر در دل شاد. من بعدی کردم کنار تو شعر خوندم. بابا امید غم از خاطر شاد هست خدا رو شونه من. گفت من که رفتنیم، سعیم بدون چیزایی که بهم گفتن بگم، اما در گفته ها، اینو میگم به خداحافظ شما، در گفته ها عنایتی شده سرنخهای خوبیه. اگر 3 بار گفت اگر اهل دلی پیدا بشه دنبال این سرنخها که عنایت این آقاست بگردیم دنبال اون سرنخها و انشاءالله عنایت آقای ابن موسی رضا و حجت خدا و لطف خدا و فضل خدا هست و ما رو فراموش نکرده انشاءالله پیدا کنیم. باز تشکر میکنم از همه دوستان و آقایانم که الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله.